پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 مؤذن داشته، یکی سیاه و برده و فقیر بوده، یکی نابینا و فقیر بوده. یکی بلال بوده، یکی عبدالله ابن ام مکتوم بوده. 2 مؤذن داشته، بالاترین پست و مقام در آخرت و بلندترین گردن کسی است که در دنیا اذان میگفته و شعار توحید سر میداده و بلند میکرده. یکیش نابینا بوده و فقیر، یکی سیاه بوده و فقیر. پس سیاهی و سفیدی اینها تقدیم و تأخیر نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ابوذر از دهانش در رفت گفت ابن السودا، ای بچه سیاه، ای سیاه زاده. بلال سرش انداخت پایین، شرمنده شد که چرا برادرش این اشتباه رو کرده. چیزی نگفت. یه نفر رفت به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که همچی چیزی رخ داده، دریاب امتت را. رسول الله اونها رو طلبید، گفت یا اباذر ابدا و الجاهلیت و انا بین اظهرکم. ای ابوذر، شعارها و نعره‌های جاهلیت من هنوز زنده ام بین شما. این چه حرفی که زدی به برادرت ای بچه سیاه، ای سیاه زاده؟ گفت یا رسول الله معذرت میخوام، پشیمان شدم، شرمنده برادرم هستم. جوابم نداد، سرش رو انداخت پایین. ابوذر به دل گرفت. انسان ظریفی بود، خیلی ظریف بود. ابوذر انسان ظریف و دل نازکی بود. به گریه افتاد. چطوری از دهانش در رفت ابن السودا، ای سیاه زاده، ای بچه سیاه؟ ابوذر قسم یاد کرد تو جمع، گفت ای برادر بلال، من وجدانم آروم نمیگیره، از خودم راضی نمیشم تا اینکه تو جمع من به تو توهین کردم، تو جمع بخوابم روی این خاک، تو با نعلینی که روی خاک راه میرید و قدم بر خاک بگذارید و بکوبید تو پیشانه من تا درسی باشه که دیگه هر وقت بخوام توهین بکنم یادم بیاد این صحنه و دیگه یعنی فیصله کننده باشه. حضرت بلال برگشت. همه تربیت شده بودن. اون از اون ابوذری که معذرت خواهی میکنه و تکبرشو خرد کرد، در مقابلش یک سیاه هست. تکبرشو خرد کرد و گفت من معذرت میخوام، تو از من راضی باش. چه کاری انجام بدم که تو از من راضی باش؟ کافیه که من بخوابم با دمپایی بکوبی تو صورتم؟ حالا اون یکی هم حب انتقام نداره. هر دو نفر تو یک مکتب تربیت شدن. همونی که گذشت میکنه، همونی که معذرت میخواست. امروز معذرت خواهی خیلی مشکله. افرادی هستن که 10 سال با هم قهرن. برادر تنی به خاطر یک بلوغ که برادرش گفته به عرض بذار، اون گفته من به طول میذارم، به خاطر طول عرض یک بلوغ 10 سال مادرشون مرد. اون یکی آمد که اولی داخله رفت بیرون، جنازه مادرش بردن بیرون، نیامد چون برادرش ایستاده بود سر جنازه. به خاطر عرض و طول یک بلوغ که همه ولش میکنن. بلال برگشت گفت یا اباذر یا اخی، ای برادرم، لم اکن لاقع باقدامی علی وجه سجد لله. من کسی نیستم که با این قدمی که بر خاک قدم بگذارم بر پیشانی و صورتی که برای خدا سجده میکنم. در وجود من نیست. من گذشت کردم، هیچی تو دلم نیست. من به خودم اجازه نمیدم که با این قدمی که بر خاک میرود بگذارم تو پیشانی که برای خدا سجده میکنه. چه درس بزرگیه، چه ادبیه، چه گذشتیه.